شرکت بزرگ اپل در یک مراسم در شهر سان فرانسیسکو آمریکا نوی آیفون 7 و آیفون 7 پلوس و ساعت نوی اپل را معرفی کرد. شکل آیفون 7 اندکی دیگر است و تگمه اساسی آن وابسته به فشار انگشت صاحبش دستور او را اجرا می‌کند. ابزار نوی اپل چنگ نمی‌گیرد و با وجود افتادن به آب هم کار می‌کند. کامرای نواربرداری 12 پیکسلی آیفون نو هم بسیار قوی است و با آن عکس‌های را می‌توان برداشت که خاصی دستگاه‌های عکس برداری کسبی است. آیفون 7 پلوس بزرگتر از آیفون 7 است و به قول یک خبرنگار روس شاید برای مخلصان اشدی اپل ساخته شده است. به فکر من این آیفون برای مشتریان وفادار است که باید آیفون نوترین را داشته باشند و بعداً برای مشتریانی که به دیزاین و یا شکل آیفون توجه دارند. آیفون سیاه نو نظر به نوهای کهنه‌اش جالب‌تر است. شرکت اپل میگوید چیپی نوی که در آیفون 7 گذاشتند سرعت کاری آن را نظر به سرعت آیفون های پیشینه 240 مراتب زودتر میکند. عین زمان باتری آیفون 7 امکان میدهد کاری آن 2 ساعت بیشتر ادامه یابد. ولی نوع‌های نوی آیفون با گوشی‌های معمولی کار نمی‌کنند و برای آنها باید ایرپاد و گوشی‌های مخصوصی بسیم خرید. وقتی این گوشی‌ها را از گوش گرفتید صدا در آن خود به خود قطع می‌شود. با گفته شرکت اپل ایرپادها را می‌توان به ساعت‌های نوی آیفون وصل کرد. ساعت‌های نو هم زیر آب کار می‌کنند. خاطره آیفون ها از 16 تا 32 گیگابایت را تشکیل می‌دهند ولی حجمشان مثل آیفون های 6 است و تغییر نیافته است. فروش آیفون و ساعت‌های نوی اپل سر از روز 16 سپتامبر در 25 کشور از جمله آمریکا و چین شروع می شود. قیمت آیفون ها نظر به نوهای پیشینه آن زیاد نیست و ارزان ترین آن در آمریکا تقریباً $650 را تشکیل می دهد.